خب یکم آجیل گرفتم، گفتم برای سر سفره داشته باشیم. بعد گل گرفتم. سلام بچه ها، چطورین؟ احتمال خیلی زیاد الان که شما دارین این ویدیو رو نگاه میکنید عید شده، سال تحویل شده، نوروز اومده و خب همه تو تعطیلات به سر میبرن. نه بابا. ولی در حال حاضر که من دارم این ویدیو رو میگیرم هنوز سال تحویل نشده و 1 روز مونده به عید. ولی من هنوز سفره 7 سینم رو درست نکردم، کامل نچیدمش و همه وسایلش رو نگرفتم. امروز میخوام بعد از کارم برم سفره 7 سینم رو بچینم و کامل بکنم و شبم احتمالاً با یه سری از دوستامون جمع بشیم که حالا دور هم باشیم شب عیدی. خب امسال عیدم میشه 6 صبح ایران اگه اشتباه نکنم و به وقت اینجا میشه تقریبا 3:30-4 نصف شب. حالا اینکه دقیقاً چقدر بمونیم با هم و دقیقاً سال تحویل بیدار باشیم یا نه نمیدونم و ببینیم چه جوری پیش میره. ولی خب همین که مثلا دور هم جمع میشیم با هم هستیم و اینا رو من دوست دارم، چون که اینجور مراسم خب فرهنگمونه، برای ماها مهمه. به نظرم باید تا جایی که میتونیم حالا برگزارش بکنیم. شاید خیلی مفصل نباشه مثل ایران یا خیلی از جاهایی که همه خانواده ها با هم هستن، ولی خب همین که همینجوری الکی کنارش رد نشیم به نظرم مهمه. حالا من کارم تموم بشه میریم با هم دیگه وسایل سفره 7 سین بگیریم و اول از همه سفره 7 سینمون رو بچینیم. من همین الان کارم تموم شد، میخوام برم سریع بدو اون وسایلی که برای 7 سینم مونده بخرم، بیام 7 سینم رو بچینم، بعد دیگه برم کم کم آماده شم که شب بچه ها رو ببینم. بیایم بریم ببینیم چی میتونیم پیدا بکنیم برای 7 سین. خب آقا من چیزایی که میخواستم و تا جایی که پیدا کردم خریدم. ببینیم چیا گرفتم برای سفره 7 سین. خب یکم آجیل گرفتم، گفتم برای سر سفره داشته باشیم. بعد گل گرفتم، یکم سفرمون رو خوشگل بکنیم. از این ورم یکم شیرینی عید گرفتم واسه شب که میخوایم بریم مهمونی. خب دیگه الان بریم خونه سفرمون رو بچینیم. خب من تصمیم گرفتم اول بیام کارمو بکنم برای شب آماده بشم، بعد برم سفره 7 سین رو بچینم، چون ترسیدم یه موقع وقت کم بیارم. حالا این وسط دارم فکر میکنم که موهامو فر کنم، برم ببینم میتونم در بیارم فر یا گن میزنم توش. حالا نتیجهشو بهتون نشون میدم. خب این تقریبا نتیجه نهاییه. بد نشد ولی باید برم یکم مرتبش بکنم. خب من الان آماده شدم دیگه، خیالم راحته، کارام نمیمونه. الان دیگه بالاخره میتونم برم سفره 7 سین رو بچینم. بیایم بریم ببینیم که سفره 7 سینمون رو چیکارش بکنیم. خب اینا همه وسایلی که برای 7 سین دارم. بعد میخوام که این دفعه توی این سینیه بچینم 7 سینمو، ببینم خوب میشه یا نه. چند تا سین داریم الان؟ سنجد، سیب، سمنو، سیر، سرکه، سماق، 1 2 3 4 5 6 تا. آها سبزه نگرفتم از اونجا راستش، چون که سبزه هاش نمیدونم به دلم نشست، خوشم نیومد زیاد. ولی میخوام یه کار دیگه بکنم. حالا یه گیاه نارنج دارم، یه درخت نارنج، ببینم میتونم برگای اونو یه چند تاشو بکنم بذارم سر سفره. بعد شاید سوال باشه براتون که چرا خود درخت رو نمیذارم، چون خیلی بزرگه، از این نارنج کوچولوها نیست، واسه همین گفتم یه چند تا برگاشو بکنم بذارم روی سفره 7 سین. حالا بعد امتحان کنم ببینم چطور در میاد. راستی اینم ببینید، این پروژه سبزه شکست خورده امساله، واسه همین پناه بردیم به درخت نارنج.
خب بعد از تلاش فراوان این شما و این هم سفره 7 سین امسال. اینم از سفره 7 سین. نمای دورش رو ببینید. گلام به نظرم بد نشد، ولی حالا ببینم بدون گل قشنگ تره یا با گل. یکم حال ندارن انگار، ولی خود سفره خیلی خوشگل شد به نظرم. 7 سینمونم داریم. اینها این برگای نارنج که کندم به جای سبزه، سمنو و سنجد و سماق و سیر و سیب و سرکه. خب خیالم راحت شد دیگه. سفره 7 سینمون تکمیله. میتونیم با خیال راحت شب بریم مهمونی. بزن بریم. خب دیگه بریم سراغ مهمونی بازی. اینجا امسال عید خب حدود ساعت 3:30-4 صبح میشه. بعد چون وسط هفتم هست خیلی سخته واسه ماها که اینجاییم، خب مثلا سر کار میریم و اینا، بخوایم اون ساعت بیدار باشیم. واسه همین شبش حالا الان با هم با بچه ها جمع میشیم، یکم دور هم باشیم و اینا، ببینیم تا کی دووم میاریم. ولی خب خیلی بهتر از هیچیه، چون من خودم واقعا دوست ندارم وقتی که اینجور مثلا مناسبت ها میشه، میبینی که میدونی که همیشه مثلا ایران بودی جشن میگرفتی، اون خاطرات رو داری، اون انتظار رو داری که توی این جشنا، توی این ایام و اینا یه کاری بکنی. اگه هیچ کاری نکنی یا تنها باشی خب خیلی سخته به نظرم. واسه همین به نظرم بچه‌ای که مثلا تازه میان یا مثلا خیلی وقت نیست اینجان، اونقدر منتظر نباشید که فقط بقیه یه کاری بکنن شما مثلا جوین بشید. خودتون اکتیو باشید، یه کاری انجام بدید. من یادم مثلا اون سال اول که اومده بودم با بچه‌های دانشگاهمون، اصلا خب اونام هیچی نمیدونستن نوروز، ولی اونا رو دعوت کردم، دور هم بودیم دیگه، حالت مهمونی. اونام خیلی خوششون اومد دیگه، منم تنها نبودم دیگه. هر سال حالا سعی می‌کردم یه برنامه یه چیزی باشه، ولی خب همیشه هم اینجوری نبود. یه موقع‌هایی بود که هیچ برنامه‌ای نداشتم، تنها بودم ولی خب دوست نداشتم، یعنی یکم یه جوری بود. ولی حالا دیگه بریم یکم خوش بگذرونیم. الان من رسیدم، بعد بچه ها مشغول 7 سین چیدن و تولید محتوا اونور. حالا میریم با هم دیگه 7 سین اونور هم ببینیم. این 7 سین رو میبینید 100 بار از اونجا توسط این خانم برده شده اونجا و دوباره آورده شده سر همین میز. تولید محتوا میکنن اونجا. بعد از این 7 سین زیبا میرسیم به ماهی پلو، سبزی پلو با ماهی در واقع. بیتا خانم چرا انقدر زحمت کشیدی؟ میفهم یاسمن خانم راضی به زحمتتون نبودی؟ آشپزم میگیری؟ از آشپز چه؟ از میزبان میگیرم. الان ساعت تقریبا 2 و من دارم کم کم دیگه برمیگردم خونه. با بچه ها جمع شدیم، یکم گفتیم، شنفتیم، ولی تا ساعت 4 که سال تحویل واقعا دیگه دووم نیاوردم بمونم. دیگه میرم به سمت خونه. عید همگیتونم مبارک. امیدوارم که سال خوبی برای همتون باشه.